الو، سلام، خوبی؟ هیئت؟ نه والا، ما لش کردیم خونه خوابیم با ناصر. حالا شام چی میدن هیئت؟ پیتزا میدن؟ بریم هیئت؟ من واقعا بعضی‌ها رو درک نمی‌کنم، راجع به گربه‌های سیاه حرفای عجیب غریب میزنن که چه میدونم اینا موجودات خاصی ان، با چشاشون با موجودات بیگانه ارتباط میگیرن. عجیب و غریبه. آقا ناصر دارم فیلم میگیرم بابا. عادی. آره نه اینطوری هم نیست. گربه سیاه خیلی عادی ان، میخوابن بلند میشن، کار خاصی نمی‌کنن. بخور بابا جون بخور. با دست نه همین کارا رو میکنی هفته هم میارن مثل یه گربه. تو الان یه گربه ای، آقا ناصر نیستی. دست نه ها. آفرین. آقا ناصر رو من قهر کرده به خاطر یه مش پشم. مجبور بودم بزنم برای اینکه دومتو تو هر سوراخی نکنی. دومتو چسبی کردی، مجبور بودم بزنم. قهر نکن باشه اوکی. بعد میبردمت هموم، به زور کیسه میکشیدم از میبرم همون. باشه از این به بعد چسبی شد دیگه نمیزنم که راحت بشی، میبرم همون. گاوا اومدن تو کوچه، میخواد برگ بخوره، نخورد. آها این گاوست که گربه میخوره، گربه سیاه خیلی دوست داره میخوره. آره همونه. عزیزم ناصر غذاشو خورد؟ آره بابا دستاشم شست. آخه نصف قربتش مونده که بیا بابا، به عنوان یه پدر نمونه شب خسته از سر کار اومدم ولی با پسرم فوتبال بازی میکنم. ولی کله پسره با انرژی من. بزنیم سر چی؟ سر پیتزا. حالا آقا ناصر این بازیکن سیاه چرده که توپاش همه به بیرون میره و توی دروازه. پشمام به خاطر پیتزا بود ناصر، واقعا به خاطر پیتزا بود. از فردا باید بری سر کار، تو آدمی باید بری سر کار. معرفی میکنم خدمتون کراش آقا ناصر. بد نیست، خوشگله. البته خب ناصر گزینه دیگه ای نداره، فقط هم یه دونه است. ناصر اصلا شل نکن. خب تو الان یه گربه پولدار مایه‌داری که تو خونت نشستی، اون بعد عاشق تو بشه بیاد التماست کنه. صفر بگیر خودتو، سر و سنگین. آره بذار تو اصلا نگاش هم نکن. پشمام الان مگه نمیگم سر و سنگین باش؟ چجوری رفتی اون وقت غیب شدی؟ بابا گربه زیاده، بعد یه دونه خوبشو میارم، ول کن اونو. دوست دختر آقا ناصر اومده لم داده داره دلبری میکنه. آقا ناصر وقت تو به ما هم میدی؟ دوباره بد اخلاق شد. سر دختر هیچ موقع نفروش ما رو. باز دختر دید جو گرفتش. آقا ناصر نمیدونه چجوری باید مخ بزنه. جوابشو بده ناصر. تا حالا تو این موقعیت نبوده. بعد تو الان مردونه رفتار کنی ناصر. جذابیت یه مرد، اباحت مرد. آفرین. خب پلن بعدی. پلنی نداری نه؟ نمیدونی دقیقا بچه غلطی بکن. این دوتا که میبینید دقیقا مصداق دوستان نابابن که به آقا ناصر یاد دادن چجوری باید توریو پاره کرد. ستایی پاره کردن، آقا ناصر دنبالشون فرار کرده بود. چیه؟ چرا؟ دست از سر آقا ناصر بردارید دیگه، پیش آقا ناصر نیاید. شما دوستان نابابی هستید، نیاید پیش ناصر دیگه. نه دیگه میشهشون نمیدید. برید از اینجا اراذل و اوباش، بزهکارا دیگه با اینا نمیگرد دیگه. خیلی دیگه رفتی تو نخ این گربه هایت تو حیاتا. من خودم برات گربه خوب میگیرم. با شما دارم حرف میزنم، این توجه میکنی؟ اینجا توجه میکنم، میگیرم یه گربه خوب برات سراغ.
تو واقعا چجوری میتونی پیتزا بخوری؟ سالگی عزیزم فیلمه اون بابا، فیلمه، هیچی نیست. روی برشی از پیتزا نه فیلمه. سپس پیتزا را لول کرده در دهان تو فیلم هم تا اسمشو میشنمی باید ریاکشن نشون بدی. مخصوصا با اون بلبلی. بچه ها سلام. امروز وقت گرفتیم بریم دامپزشکی برای عقیم سازی. شوخی کردم. شنبه روز بدی بود، روز بی حوصلگی، وقت خوبی که میشد غزلی تا آقا ناصر بازم تیمش عقبه اما امیدواره، اون همیشه به کامبک امیدواره. گوهری توپو گرفت، گل نشد بابا. گوهری دروازه‌بان اسمش گوهری، احمد گوهری. میگم گل بذار کامل بگم. بشین. آره گوهری توپو گرفت. صبر کن بابا، اشتاله صبر کن، میزنی، منتظر باش. توی دروازه گل. دیدی گفتم صبر کنی بالاخره میزنه. خیلی راحت شد دیگه. سرس نداری، برو بین دو نیمه دستشویی زود. آقا ناصر تیمش عقب، ناراحت، انقدر ناراحته که رفته اونجا بیرون نگاه از حاضر بازی نگاه کنه. آقا ناصر تو یه استقلالی هستی داداشم، بیا اینجا، بیا بازی رو نگاه کن. تیم بر میگرده، تیم کامبک میزنه. ناصر نیمه دوم اومد پایین پنجره به امید تیم که کامبک بزنه، منتهی بدتر شده، دارن به این بچه بیشتر استرس میدن. آقا ناصر فدا سرت بابا جان، قربونت برم، برات پیتزا میخرم، بشور ببر این غم غصتو. قربونت برم من، قربون سیبیلات، ناراحت نباش، قربون سیبیلات برم من. آقا ناصر پول داری به من بده، من برم خرید دارم. دستو چرا چنگ میزنی؟ اینقدر پول دوست نباش، پول واسه هیچ. من صاحبتم ها، 2 برابر خاک میگیرم فقط برینی توش. بهت لازم دارم. خب یه 100 تومن میخوای بدی؟ عجب او تو پول برست نیست نبودی که اصلا. مردم تو رو به خاطر منشت دوست دارن. بابا چنگ نزن دست منو، به خاطر 100 تومن لازم دارم بابا جان. خرید دارم بابا، میخوام باش خرید کنم. اصلا میدونی چی میخوام بهش بگیرم؟ میخوام برم باش پیتزا بگیرم. آره پچ بگیرم.